در اینترنت ویدیوی لحظه زنوزنی گروهی بین دهها مهاجر که روز 1 اپریل در یکی از ساختمان‌ها در مرکز شهر مسکو روی داده است نشر شد. در ویدیو دیده می شود که دهها کارگر در سر کاسک و در تن لباس‌های مخصوص کاری در محل ساختمان از گریبان یکدیگر می‌گیرند. تلگرام کانال 112 خبر داد که این زنوزنی روز جمعه 1 اپریل در محل ساختمان بنای استقامتی گرانبهای ژک سرس استالیتسه که در موضع شلپیخینسکای نابرежняя شهر مسکو بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان رخ داده است. بنا به اطلاع این کانال در پی زنوزنی بیش از 100 نفر را به پلیس بردند. خبرگزاری‌های اینترفاکس و تاس خبر دادند که 120 مهاجر را بعد این زنوزنی به پلیس آوردند. این دو خبرگزاری نیز گفتند که مناقشه بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان سر زده است. سبب مناقشه هنوز روشن نیست. سنجش اولیه این حادثه ادامه دارد. تنها در 2 هفته اخیر این الکی دومین زنوزنی بین مهاجران از آسیای مرکزی در شهر مسکو است. طوری قبلا خبر دادیم در جریان زنوزنی گروهی مهاجرانی که شب 22 مارس در دهه سوسنسکای در منطقه نووی مسکو رخ داد 43 نفر بازداشت گردیده یک شهروند 23 ساله تاجیکستان را با زخم کرد از قفس سینه و پای راستش در بیمارستان بستری کردند. دادستانی مسکو گفت در پی این زنوزنی و کارت خوردن مهاجر تاجیک با اتهام سوءقصد کشتار پرونده جنایتی کشیدند. به گفته دادستانی آنی که این زنوزنی را سر کرد دستگیر شده است، ولی جستجوی نفری که جوان تاجیک را 2 کارت زد هنوز ادامه دارد. گفته می شود که دست کم 20 مهاجر در زمینه معیشی از گریبان یکدیگر گرفته در جریان زنوزنی از چوب و کلتک و حتی از کارت استفاده بردند. سبب زنوزنی روشن نیست. حالا مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی ها می توانند از روسیه اخراج کنند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی های بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند.